چند روزی بود که پدر لیلا فوت کرده بود. لیلا دیگه نه مادری داشت که دلداریش بده، نه پدری داشت که حامیش باشه. لیلا بعد از فوت پدرش رفت خونه قدیمیشون، جایی که همه جاش پر از خاطرات بچگیش بود. شب اول وقتی داشت وسایل رو مرتب میکرد، صدای زمزمه از زیر زمین شنید. صدای شنید که عجیب بود اما آشنا. لیلا بلند گفت کی اینجاست؟ ولی هیچ کس نبود، فقط اون صدا ادامه داشت. لیلا کم کم داشت میترسید، اما تصمیم گرفت دنبال حقیقت بره و تو خونه جستجو کرد تا اینکه یک صندوق قدیمی پر از نامه پیدا کرد. نامه هایی که راز تاریک خانواده‌شون رو نشون میدادن. لیلا هرچی نامه ها رو بیشتر میخوند، سایه های عجیب دور و برش بیشتر میشدن. وقتی رسید به آخرین نامه، اشک از چشماش جاری شد. لیلا فهمید پدرش سعی داشته جلوی یه فاجعه بزرگ رو بگیره، فاجعه‌ای که توسط موجوداتی خطرناک برای خانواده‌شون داشته رخ میداده. یه سری موجود عجیب که قصد داشتن به لیلا و برادرش آسیب برسونن. اون موجودات تو زیرزمین خونه زندگی میکردن. پدر لیلا با تسلیم کردن جونش جلوی این موجودات و بخشیدن جسم خونش به اون جونورا، جون خانواده‌اش رو نجات داده بود.